تبریک میگم، بالاخره تونستی شغل جدیدتو بگیری. برای پرداخت قسط اون پراید قرمزه باید یکی جای قبلی رو بگیره، همونی که دیگه نیست. نگران نباش، کارت خیلی ساده است. فقط باید این چند تا قانون رو فراموش نکنی. قانون اول، قبل از ورود به هر اتاق بسته‌ای اول پنجره‌های کوچیکش رو نگاه کن، مطمئن شو کسی اون تو بیدار نیست. قانون دو، اگه یه لحظه حس کردی کسی از بالا داره نگاهت میکنه، همون لحظه برو بیرون بدون هیچ سوالی. قانون سه، اگه یه نفر دیدی که نمیشناسی ولی داره با اسم کوچیک صدات میزنه، محلش نذار هیچ وقت. قانون چهار، بین ساعت 3:46 تا 3:50 از اتاق مردشخونه صدای آب میاد، نرو سمتش هیچ وقت. باور کن نمیخوای بدونی کی یا چی رو دارن میشونن. قانون 5، راجع به نفر قبلی از کسی سوال نکن، اونا مجبور میشن دروغ بگن چون حقیقت براشون گرون تموم میشه. قانون 6، هیچ وقت کیسه جنازه ها رو باز نکن، بعضی از اون اجساد از این دنیا نیستن. و در پایان، تو هیچ حق انتخابی نداری، قراره تا آخر عمرت راضی باشی به این حقوق 5,000,000 تومان. و اینکه این صفحه رو حتما فالو داشته باش برای گرفتن قوانین بیشتر.